یا آقا مگه شما نمیگید امام زمان به فریاد میرسه؟ کو امام زمان؟ اگر امام زمان به فریاد شیعه میرسه 6 ماه مردم مبتلا به این ویروسن، چرا دستگیری نمیکنه از شیعیانش؟ چرا این بلا رو برطرف نمیکنه؟ اگه امام زمانی که تو فلان بیابان دسته شیعه رو گرفت و نجات داد، کجاست این امام زمان؟ 80 میلیون شیعه فقط تو ایران. حالا مردم عالم رو در نظر بگیرید، مسلمان‌های عالم یا همه، کو این امام زمان که به داد کسی نمیرسه؟ عرض کردم حوالشون با خود امام زمان، ولی جوابش امشب میخوام عرض بکنم. ببینید کسی که این حرفو میزنه چی جواب میده؟ این همه آزمون‌ها و ابتلاعاتی که انبیا داشتن، اولیا داشتن. این حدیث از پیامبر گرامی اسلام شاید زیاد شنیده باشید. حضرت فرمود ما اوذی نبی به مثل ما اوذی، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. 13 سال سخت‌ترین شکنجه ها در مکه. خدا کجا بود؟ آقا زندگی بدون ابتلا نیست، بدون آزمون نیست، بدون سختی نیست، بدون بنا نیست. تو هر بلا و گرفتاری و مشکلی خدا ورود بکنه، امام زمان ورود بکنه، مشکل برطرف بشه. ما اوذی نبی به مثل ما اوذیت، فرمود هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. کجا بود خدای رسول گرامی اسلام؟ کو؟ شما مسلمانی داری باید به عنوان یه مسلمان حرف میزنی، به عنوان یه عالم دین سخن میگی، چی جواب میدین؟ 10 سال پیامبر گرامی اسلام در مدینه 80-90 جنگ بر حضرت تحمیل کردن. خدا کجا بود؟ آقا سید الشهدا سلام الله علیه تو کربلا قطعه کردن بدنش رو، سر به نیزه زدن، به طفل 6 ماهش رحم نکردن. اگه بناس خدا رو شما منکر بشید به این دلیل، امام زمان رو منکر بشید به این دلیل که به فریاد شیعه نرسید، خب خدا چرا به فریاد امام حسین نرسید در کربلا؟ چرا سید الشهدا سلام الله علیه، چرا اهل بیت 40 منزل شوخیه؟ زینب کبرا سلام الله علیها 40 منزل اسارت به کوفه و شام، اون همه بلا و سختی و گرفتاری. آقا اگه من از امام زمان به فریاد برسه، اهل بیت اینجوری تو هر گرفتاری ورود بکنن. گرفتاری چرا گرفتاریه؟ حضرت زینب سلام الله علیها بر، چرا امام حسین شمر و خولی و عمر سعد و هرمله و سنان رو دعا نکرد اینا سنگ بشن آتیش بگیرن؟ آقا دنیا داره ابتلاعه، داره آزمونه، داره امتحانه. این قرآنه، شما قرآن رو قبول دارید یا نه؟ این قرآنه. و اذ ابتلا، بخونید آیه رو، و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. اذ ابتلا، خدا است ابراهیم رو در آزمونهای سنگینی قرار داد. وقتی از اون آزمونها موفق شد قال انی جاعلک للناس اماما. ابتلاعات امیر مؤمنان سلام الله علیه رو ببینید. جالب این داستان هم در منابع شیعه آمده هم در منابع اهل سنت. این کنز الاموال مال فاضل هندیه، از محدثین اهل سنته، اون نقل کرده، شیعه هم نقل. امیر مؤمنان سلام الله علیه اونقدر مورد ستم قرار گرفتن، روزای آخر عمرشون بالا منبر کوفه بلند بلند گریه میکردن. امیر المؤمنین بلند بلند بالا منبر کوفه اشک میریخت، محاسن حضرت پر از اشک میشد. تو این کنز الاموال فاضل هندی هست، محاسن حضرت پر از اشک میشد. حضرت یه دستی به محاسن میزدن، اشک صورت حضرت به بدن کسانی که پای منبر آقا نشسته بودن میپاشید. شما که اینجور گریه کردید به عمرتون که محاسنتون پر بشه، دست بزن آدم اشکش بریزه؟ چرا خدا امیرالمومنین رو یاری نکرد؟ چرا 25 سال خانه نشینی خدا به دادش نرسید؟ چرا همسر مظلومش رو بین در و دیوار قرار دادن خدا معجزه نکرد؟ چرا 5 سال خلافتشون درگیر 3 جنگ سنگین داخلی، جنگ جمل، چند هزار، 10,000 نفر کشته شدن، جنگ صفین 14 ماه امیر مومنان اسیر این جنگ بود، آخرش هم با نیرنگ و حیله امر و آس به نفع اونها تمام شد. جنگ جمل، چرا خدا کمک نکرد اهل بیتو؟ چه حرفی شما میزنید که اگر
امام زمان هست، حالا چرا به فریاد امام زمان ماها مقام و قربمون بیشتر بالاتر یا امیرالمومنین تا یا رسول خدا یا اصل ابراهیم و موسی و عیسی و این همه ابتلاعاتی که اهل بیت علیهم السلام داشتن؟